اسپری خنک کننده بپاشم دردش کم بشه خاله. متوجه نیستی عزیزم، من باید کافه رو اداره کنم. حقیقتا سر کار میتونه باعث آسیب مضاعف به ربات تالوفیبولار قدامی در پای شما بشه. پیشنهاد میکنم کافه رو به مدت 5 تا 7 روز تعطیل کنین تا قوزک پاتون به خوبی من به درمان خاطر شه. پیچ‌خوردگی ساده کافه رو تعطیل نمی‌کنم. همین الان یه عالمه مشتری بیرونه که منتظر منن. چی داری می‌کنی؟ اطلاعاتی درباره نحوه اداره کسب و کار کوچک. آها خب چرا داری این کارو می‌کنی؟ نگرانی شما بابت کافه باعث استرس شماست که میتونه شدیداً مانع روند درمانتون بشه. برای کمک به آرامش شما من کافه رو اداره میکنم. همینجوری که نمیشه با دانلود. میدونی من چند سال طول کشید تا یاد گرفتم. کامل شد. بیمکس مطمئنی میتونی از پس همه کارا بر بیای؟ میدونی که مشتریای من خیلی برام مهمن. نگران نباش خاله، مشکلی نیست که آسان نشود. نیکتا ساوری من استان منشد. استیو جان بیا یخ کرد.